امشب کارگردان 84 ساله سینمای ایران داریوش مهرجویی به همراه همسرش حوالی ساعت 22 تو ویلایی در کرج به قتل رسیدند که این خبر رو محمد مهدی عسگرپور رئیس خانه سینما تایید کرد. جنازه داریوش مهرجویی و همسرش اولین بار توسط دختر داریوش مهرجویی که بیرون ویلا بوده و به ویلا برگشته پیدا شده و بلافاصله به پلیس خبر داده. این ویلا در نزدیکی‌های مشکین دشت بوده. بعد از انتشار این خبر حواشی بریده بودن سرهای این دو جنازه توی فضای مجازی دست به دست شد، در حالی که پزشکی قانونی این قضیه رو رد میکنه. داریوش مهرجویی کارگردانی فیلم‌هایی مثل هامون، دایره مینا، گاو، اجاره نشین ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری رو توی کارنامه خودش داشت. تو همین اوضاع چند شب پیش همسر داریوش مهرجویی توی حساب کاربری اینستا خودش پستی رو میذاره و داخل اون از تهدید شدنش با چاقو مینویسه. داخل این پست به خلاصه نوشته شده که ساعت 8 شب وقتی که داریوش مهرجویی خواب بوده و دخترشون مونا بیرون از خونه بوده، سگشون شروع به پارس کردن میکنه. وحیده محمدی فر هم به سمت در اصلی حیاط میره و متوجه میشه پشت در شیشه مان یه نفر چسبیده. اولش فکر میکنه شوخی بوده، بعدش طرف بهش فوش میده و چون در حالت شیشه‌ای داشته سایه مانت چاقو رو تو دست اون شخص میبینه. میگه که به پلیس زنگ میزنم، اون شخص هم متواری میشه. داخل این پست نوشته شد که شخصی که پشت در بوده لهجه ایرانی نداشته و داخل همون پست از دستبردی که به ویلاشون زدن خبر میده و نکته جالب ادامه پسته که توش مینویسه من همسر داریوش مهرجویی پیشکسوت هنر این مملکت، آیا باید از طرف یک بیگانه تهدید بشم، اونم با چاقو؟ این پست بعد از مرگ داریوش مهرجویی و همسرش خیلی تحت توجه قرار گرفت و وایرال شد، اونم دقیقاً تو بحبوحه زمانی که خبر درگیری ها بین ایرانی تبارها و افغان تبارها توی این استا داره دست به دست میشه. داریوش مهرجویی توی سال 1393 از سمت سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه رو دریافت کرد. فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه کالیفرنیا هم بوده. داریوش مهرجویی و مرحوم انتظامی دوستان بسیار نزدیکی با هم دیگه بودند و صنعت سینمای ایران رو بسیار پیشرفت دادند. اما حالا باید ببینیم که کارگاهان کرج آیا قاتل این کارگردان پرآوازه سینما و همسرش رو پیدا میکنن یا نه و آیا قاتل واقعا از تبعهای خارجی داخل کشور بوده. اگه این خبر درست باشه موج جدیدی از افغان ستیزی داخل کشور شکل میگیره